ما میرویم مهمانی بر خانه یاوانی یاوان جان شمالاش بچه ها شخوراش همه مرا یاوانی میگن. بله بله. اگر به شما بلیط‌های ارزان در کار باشه مرحمت با واتساپ اویاکاسی شهنازه زنگ بزنید. کار شما در 5 دقیقه بود میشه و بلیطاش ارزان و باوری نوکی. سلام و درود به همه مخلصان حج و خنده. اینک تئاتر استودیو عرب شو و من دوستان عزیز ما میرویم مهمانی بر خانه یاوانی. مخا جان شما با فکر شما یاوان کدام طرف؟ لازم با یک چرکوچگی بسودیم. این سو رویم این سو رویم اینجا رویم. با فکر من همین طرف بریم استاد. همین طرف هم؟ بله. خب دلشاد جان شما یکم مراتب یاوان آمده بودید؟ ما چند مراتب یاوان آمده. مردم مهمان نواز، مردم سند دوستان استاد. ما گفتیم که شما را بیارم یک سلامت باشید. منیژه جان یکم چی گپ زنید درباره یاوان، درباره زیبایی این طبیعت نگاه کنید. راستی گپ استاد جان ای وقت سند ای بچه شما گفتن گرید. نه گپ زنید. راستی گپ ای بچه خب گپ زنید. من بیا با هم خیلی میگه استاد. نه نگاه کنید. راستی گپ استاد جان ای وقتی که همین سند داشت بعد فهمیدیم که چرا بالا داره؟ نه بعد فهمیدیم که یاوان کجا داره. راستی گپ من یاوان دیدم بعد همین راستی گپ بزنید. چندون مراتب آمده این سیده میجا همین طرف. چندون ای وقت استاد جان خیلی دوستی ما سعدی جانم زادگاه شما. این همین قفای انا همین کامera دم یک نفر این است که زادگاه یاوانه. بله این همین مردکا خیلی دوستی پیدا کردیم. اینا آمدیم امروز یاوان. دوستان عزیز گفتن امانت در پشت کامera کیه بیاوه کیه؟ بچه‌ها چطور بیاوه؟ قربان نعمت کارگردان برادر عزیز ما طول چند سال است که در همراه کار میکنیم. همراه استاد، همراه منیژه جان. یکی من شنیدم که یاوان ای دلشاد جان مردم یاوان بسیار طبیعتشون چکلی کو حجم پرور هستن. بله بسیار انتیخ هستن. مردم شوخ هستن. این خیلی گپ میزنن خیال میکنه که مردم خندانده هستن. بله یکی خیلی عادی گپ میزنن. یکی باز سریوس و جدی گپ میزنن. باید در اصل سریوس گپ میزنن در گپای باید میخندیم. شما استاد یکم بار با نوحه یاوان اومدگی بده مهمانی. بله ما برنامه کنسرت خیلی اومده بودیم. من میدونم که قربانی صابر یاوانی. بله با عبدالله توپلنگ یاوانی. بله پوری مرگان یاوانی. ظفر همین محفل رو همش ما دوستان همون آدمای کامبینیتی خودمون در نظر داریم. باز گوهر یاوانی. بله گوهر یاوانی. ظفر قهرمان یاوانی. ظفر اکی ظفرم قهرمان صحنه. منیژه جان یاوانی. من کتی یاوانی گشتم. منم یاوانی. همه مرا یاوانی میگن. بله منم یاوانی. خب لیکن اصلا خوبش همین است که دوستان ما امروز وقت پیدا کردیم، فرصت پیدا کردیم. مخا جان دریافت کردیم. من برو اومدیم ایسو. این کس بسیار سرکار است. باز اینا من گفتم که حاضر این طرف ما برای چی نوار گفته شدیم ماشین آور همینجا پرتاب. ماشین رفتن نکنید. اینجا چخه میره مشاری. یک سرود برای مردم یاوان شوه از جانب مهیا و منیژه خانم. ما نوازنده فقط بلند بخونه که آواز میره. بندم ملا همدم لپ یاوان جان شمالاش بچه ها شخوراش. یاوان جان شمالاش بچه ها شخوراش. ما مرده مرغماشه آچش جنجالاشه. ما مرده مرغماشه آچش جنجالاشه. یاوان جان شمالاش بچه ها شخوراش. یاوان جان شمالاش بچه ها شخوراش. ما مرده مرغماشه آچش جنجالاشه. ما مرده در مردم یاوان سیتی همه وقت سربلند باشن. زنده باشه. انتظار شویتون بخیر برنامه‌های نوی تئاتر استودیو عرب شو و کمپانی برای شمایانی عزیز، مخصوص برای شمایانی عزیز عرب شو کمپانی و مقیم جان خندین کمان. پس کامera ما کارگردان ما ایستادن کارگردان اکی مقیم جان یک انیداد شد برای مردم لطیفه برای مردم یاوان شرفمند یاوان. خیلی لطیفه باشه که دیگه خندواری نیمکولا. نیمکولا باشه. این همین عبیسیاری شد سلام کردن. تو انیداد گفتن اکی مقیم جان دلشاد جان یک واقعی شدگی میگه. خب دوستان عزیز نگفتن امانت یا واقعی انیق شگاب زنم
استاد لبای در خانه شده می واقعا خب خب مردم میمونه و زنده همیشه نگذره دی خلاصه هر سحر یک مرده که همه همسور با بین خونه میگذشت خب هر سحر میگذشت خب باید جای کارش میرفت جای کار میرفت رنگ تا گیگردون میرفتن میونه بود کده بروانی هوا اوتم بیزور شید گفت چیکار کنم همین مرده این تلک زره دیگه ایلاج نیست این همسویه سیر کتن نشوه بو همسویه بگی جان که کار رفته ایسم که بخشیش که همه حالی شما کده میونه بود کده ایسم خطون میفهمه دیگه ایلاج نداره گفت میخوای که همین جای کار ده بر وقتتر برسی گفت که ها اکا چیکار کنم بخیالش اگه ماشینای ویلی که گفت تو رفتنگی دلشاد سگ سر تایقفوش باز میگن که مردم یاوان بسیار با ادبند. بله خیلی بسیار با ادب. همین رنگی میگه زیویهای دوشنبه یکش همین خیلی تولد خونه به زن شاوره خب انتظار میشه خیلی کرد در اومده سلام علیکم ممکن است که زنک در همین مؤسسه دولتی شما تولد کنند خیلی در آورده کرد چه بعدی کمتر وقت میشند ساعت 5-10 میشد 12 میشد یک میشد بیچاره زیخته بعد یک همچنین شفقت برمونده گفته خواهرم نشد از اونی مخولیم اکا همون فرزندای شما ها چکنی همین قباده با ایش میگه شما بروی وای دیگونی بوده لیکن به هر حال من یک چی گفتنی هستم ده انا همین نگاه کنیم اگر امروز من امروز یک روز افتابی یکمش بله دویمش در لبانی همه خنده است این همین دخترکایی که در بری ماه سودان زیبا چهره ها با حسن جمالی بسیار زیبا شد من گمان میکنم که اگر ما برای تماشابینانی که این ساعت ما تماشاگر شدن بگوییم که در آینده شما صحنه‌های نوی ما رو تماشا میکنید خطا نمیشه همونطوره بله استاد لیکن منیجر جان یک سرود همین همون راه سر کردیم که میگه که یک سرود همون درآمدگوی همون سرود شاکر میخونه با فکر میخونه اما یا میخونه ای بچه ای بچه بسیار سرود خوب علامو سرود سلامت باش من جون آواز دیده آواز من نگفتم اما استاد این روزی فلک یک تا هستم روزی فلک یک شینگل ها ما هرچند در کورسور هستیم استاد در تیپا زیبی فلک در تیپا تو منیجا اورا وایشیدن تیوری دادن خاطر سلامت باشی بسیار باور کنم روزی فلک استاد تیپیا تفریق دوستان اکو ناز گوجایی که فلک های شش مخواه البته نه باور کن این چیزای ما مسخره نداریم لیکن ما حرکت میکنیم ژانر کینای نه هر کی بچه اینجا بیا اما اساسا گل دور نره ابی یک زن شوهر کو سحری میخیزن بچه‌ها رو از باغچه بردن پرابلم کو شوهرش گفت تو بار زنش گفت تو بار میخلی یک ساعت سپور دارم شوهرش گفت زنک بار قیمت 100 تومان میتونم اخیر اون بچه چک ما یک چیزش پشتگی اومده ابو صد من بچه من خودم میرم سلامت باشه زندگی استاد بار دیگر خوش آمده سلامت باشه با دوشنبه شهر با ناحیه یاوان هرچند هممون مهمونیم در یاوان لیکن من میدونم که مردم یاوان بسیار حج پرستند بسیار مردم شوخند بنابراین یک اومدیم که یک مکتب حج و از مردم یاوان هم آموزیم من با همراهی من انا متخصصی همین سوها کاتبه من بنویس هی بچه دور نره بس دوستان ما سعدی را خریدیم سعدی همونجا در سبک شوی رفت سعدی جان بیا سعدی دوستان عزیز در بین ما اکی سعدی نمیرسن لیکن سعدی ازی نیست سعدی رو سگم در مسافرت های ایشالا همین بگم نمیده فوتبال رفتگی جمهوری عربستان رفتگی هستی باشن بگم میبیاد بار دیگر از نامی خدمات سلام خود رو میرسونم اگر اگه سعدی تماشا داشته باشن زنده باشه همین فوتبال گفتیم همین فوتبال گفتیم نگاه کن
چایخانه دو مسافت نشستگی بلوچکی فوتبال بودند. گفتن که سوال ببین سوال خودش اخلاق کننده. باید دنیا با فوتبال باشد میگفته. اون ببین. بعد چخیلی گفته. چخیلی نفهمی. گفتن که اگر تو بیشتر روی خوابی مادر دیو گابزا. اگر ما روم خوابی چیده میکنه. همین خشته فرشته آمین کنی آتش رفته. گذشته. خوابی ایجاد اومده. به دادا. اینجا فوتبال بوده. اگه بازی میکنی که اصلا نامی کمایی. شوخی میکنیم به هر حال یک پیاله چای یابانی ها را حاضر می‌نشیم و نوش جان میکنیم. مایا جان کنیم از راه گشته صحبت میکنیم. صحبت کردیم. با که در امان خدا باشه.